چین با صدها بولدوزر داره بزرگترین پایگاه فتوولتائیک گیگاواتی جهان رو میسازه. این پروژه با سرمایه‌گذاری 11 میلیارد دلاری ظرفیت تولید 450 میلیون کیلووات برق رو داره. با این حجم از برق میشه 1 سال برق ایران رو تامین کرد، یعنی معادل برق تولیدی 20 سد 3 دره چین. اما چرا چین انقدر مصرانه به دنبال ساخت نیروگاه‌های خورشیدیه؟ دلیلش 2 تا چیزه: امنیت انرژی و حفاظت از محیط زیست. الان 70% برق چین از زغال سنگ میاد و ذخایر نفتی فقط برای 40 روز کافیه. اگه فقط 1% از بیابون‌ها با پنل خورشیدی پوشیده بشه، مشکل برق کشورشون حل میشه. ساخت این نیروگاه‌ها نه تنها مسئله انرژیشون رو حل میکنه، بلکه باعث بهبود محیط زیست هم میشه. پنل‌ها جلوی تابش مستقیم خورشید رو میگیرن، دمای سطحی زمین رو کم میکنن و تبخیر آب کاهش پیدا میکنه. با گذشت زمان زیر پنل‌های خورشیدی علف رشد میکنه و به این شکل علوفه مورد نیاز برای دام‌هاشون ایجاد میشه. این پنل‌ها بدون نیاز به تمیزکاری دستی و فقط به صورت خودکار تمیز میشن. حالا به نظرتون در ایران که پتانسیل بیابونی زیادی داریم، چقدر ظرفیت تولید برق با چنین سیستمی رو خواهیم داشت؟